یه وقتایی مهمون میاد و ما فرصت اینو نداریم که بخوایم کیک و شیرینی بپزیم یا حتی بخوایم بریم بیرون بخریم. به نظر خودم این بهترین گزینه است، چون هم خیلی راحته، هم خیلی سریع آماده میشه و خیلی خوشمزه است. کنار چای عالیه. بیسکویت رو خورد کنید، موز له شده، کره، شیر و پودر کاکائو، پودر قند، گردوهای خورد شده، بعد کامل همش بزنید و عین یه خمیر باید بشه. بذارید داخل کاغذ روغنی، بعد دیگه کنارهاش رو صاف کنید و رولش کنید با همون کاغذ و 1 ساعت تو فریزر بمونه. بعد که از فریزر درش آوردید آروم برش بزنید. من ساده هم درست کردم، یعنی توش پودر کاکائو نریختم. بعد دیگه توی شکلات آب شده قلتوندم و از کنجد و پودر پسته و پودر گردو و ترافل شکلاتی برای دیزاینش استفاده کردم. خیلی خوشگله، خیلی هم خوشمزه است و خیلی هم ساده و راحت و آسونه.